کلمه فاشیسم از فاشو ایتالیایی به معنی دسته چوب میاد که اشاره به داستان مقاومت بیشتر یه دسته چوب در مقایسه با یه دونه چوبه. از همینجا میشه فهمید که توی این اندیشه جمع بودن برای قدرت بیشتر یه مسئله کلیدیه. حالا چرا ریشه ایتالیایی؟ چون حضور جدی این مفهوم در دنیای واقعیت برمیگرده به حزب و گروهی تحت عنوان حزب ملی فاشیست که بعد از جنگ جهانی اول قدرت رو در ایتالیا به رهبری بنیتو موسولینی به دست گرفت. رفته رفته این عنوان به صورت مفهوم عمومی‌تر در اومد. در کنار حزب فاشیست ایتالیا در آلمان هم حزب نازی به رهبری آدولف هیتلر ایدئولوژی مشابهی داشت. فاشیسم مفهوم گنگیه و افراد مختلف منظورهای مختلفی از این مفهوم استفاده میکنن. اما به صورت کلی میشه گفت فاشیسم در دل خودش یه سری نفی داره. مثلا نفی لیبرالیسم، نفی سوسیالیسم و نفی دموکراسی. عموما هم هدف فاشیسم ایجاد یک دولت مقتدر ملی‌گراست. از طرف دیگه 7 اصل در منطق فاشیسم وجود داره. بخشی از گنگی مفهوم و برداشت‌های متنوع از فاشیسم به خاطر اختلاف نظر روی اینه که کدوم یکی و چند تا از این ویژگی‌ها معرف فاشیسمه و چند تا دیگه فقط ویژگی خاص یک حکومت یا جنبش فاشیستی بوده و به نوعی قابل تعمیم به کل این اندیشه نیست. 1. هویت جمعی. همونطور که گفتیم مهمترین شاخصه فاشیسم ترجیح جمع بر فرده. طبیعیه که این جمع باید به شکلی تعریف بشه و به نحوی هویت جمعی ساخته بشه. دو شکل مرسوم هویت جمعی در فاشیسم ملی‌گرایی و نژادپرستیه. مثلا در ایتالیا تاکید بر ملیت ایتالیایی بوده و در آلمان تاکید بر نژاد آریایی. 2. مشروعیت خشونت. در فاشیسم خشونت یه عنصر کلیدیه. یعنی برخلاف باور عمومی که خشونت امر نامطلوب و بدیه، در فاشیسم خشونت امر طبیعی و حتی مثبتی به حساب میاد. به همین دلیل حتی جنگ در مجموع پدیده مطلوبی دونسته میشه. نتیجه این باور هم شکل‌گیری بزرگترین و خونین‌ترین جنگ تاریخ بشر یعنی جنگ جهانی دومه. 3. تمامیت خواهی. منظور از تمامیت خواهی اینه که دولت اجازه فعالیت به هیچ مخالفی رو نده. برای همین حکومت‌های فاشیستی تک حزبی ان و نه تنها اجازه فعالیت به احزاب رقیب داده نمیشه، بلکه در این نظام‌ها آزادی رسانه و بیان به کلی بی‌معنیه و با مخالف به شدیدترین شکل ممکن برخورد میشه. یه ویژگی دیگه تمامیت خواهی اینه که همه امور زندگی خصوصی و عمومی حوزه دخالت دولت شناخته میشه. خیلی از افراد وقتی از فاشیسم حرف میزنن منظورشون تمامیت خواهیه، اما تمامیت خواهی یکی از ویژگی‌های فاشیسمه و نه معادل اون. 4. رهبری کاریزماتیک. به طور معمول در نظام‌های فاشیستی یه رهبر کاریزماتیک وجود داره که به نوعی میشه گفت ابر انسانه و وفاداری نسبت به این رهبر خیلی مهم دونسته میشه. برای همین هم هست که فاشیسم ایتالیا بیشتر از هر چیزی با موسولینی شناخته میشه و نازیسم آلمانی هم با هیتلر. 5. پوپولیسم. این کلمه در فارسی به عوام فریبی ترجمه شده، اما ترجمه عوام‌گرایی به نظر مناسب‌تر میرسه. این مفهوم هم تا حدی گنگه، اما خیلی خلاصه میشه گفت پوپولیسم بیشتر از اینکه حامی عموم مردم باشه مخالف نخبگانه. یعنی نخبگان رو آدم‌های فاسدی توصیف میکنه که علیه منافع عمومی فعالیت میکنن و راه حل رو حذف اونها میدونه. پوپولیسم عموما یه مفهوم منفی به حساب میاد و بهانه‌ای برای حذف نخبگان به عنوان تهدیدی برای قدرت. 6. تاکید بر مردانگی و جوانی. با توجه به مجموعه ویژگی‌ها، مردانگی به عنوان نماد قدرت و خشونت جایگاه بالاتری در اندیشه فاشیست داره و زنان بیشتر مسئول مدیریت خانه و فرزندآوری دونسته میشن. جوانی هم به عنوان نماد پویایی قدرت طبیعیه که مورد تمجید بیشتری قرار بگیره. 7. گذشته‌گرایی. در قالب این باور در گذشته وضعیت مطلوبی وجود داشته که باید برای احیای اون تلاش کرد.